ثبت نام لاتاری آمریکا در 1 دقیقه. بگین تی رو میزنین. برای که تشخیص بده ربات نیستین ازتون این کد رو میخواد بنویسین. قسمت اول اسم و فامیلتون رو وارد میکنین و بعد جنسیت، تاریخ میلادیتون رو وارد میکنین، شهری که متولد شدین، کشوری که متولد شدین. قسمت بعدی باید عکس رو انتخاب کنین و بعدش آدرستون رو به این ترتیب وارد میکنین و بعد کشوری که الان دارین زندگی میکنین. شماره تلفن اجباری نیستش ولی حتما یه ایمیلی بنویسین که چک میکنینش. بالاترین مدرک تحصیلیتون رو وارد کنین، اینکه ازدواج کردید یا نه و تعداد بچه ها و بعدش کانتینیو. حالا اطلاعاتی که وارد کردین رو میتونین مرور کنین. در نهایت گزینه سابمیت رو بزنین و تموم شد. این صفحه رو ذخیره کنین.